گلهای تازه، برنامه شماره 12، گریه شبانه، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور سارمی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک. غزل از سایه، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار حسین محبی. شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی‌طاقتم بهانه گرفت. شکیب درد خموشانه ام دوباره شکست، دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست، صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت. زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. امید عافیتم بود روزگار نخواست، قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت.
چو دود بی سر و سامان شدم که برق بلا به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت.
زهی بخیل ستمگر که هرچه داد به من به تیغ باز ستاند و به تازیانه گرفت. چه جای گل که درخت کهن ز ریشه بسوخت، از این سموم نفس کش که در جوانه گرفت. شب آمد دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت. جانا دوست جان امید منم آن جان یا جان باختو یا جان شکیب درد خموشانم دوباره شکر دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. جان دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. دلم
جانم امیدم نشاط زمزمه زاری شد و به شب نشد صدای خنده فغان گشتم در ترانه گرفتم عزیزانم رهی پسند کماندار فتنه کذبان تیز نگاه کردم دو چشم مرا نشانه گرفت کنم یا جان نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت
حسرتم روزگار نخواست قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفتم شدود بین سر و سامان شدم که برق بلا به خرمنم زد آتش در آشیانه گرفت شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت جانم عزیز من جان دوست دارم دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. دل گرفته من همچو ابر بارانی گشایشی مگر از گریه شبانه گرفت. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 12 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور سارمی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک اجرا شد.